یکی از مردی کاربازارهای پایتخت تاجیکستان معمولا سفر مهاجران کاری به روسیه از جمع آوری مبلغ برای بلیط از کار در این بازار شروع می شود. ولی تنها خرید بلیط مشکل اساسی برای مهاجران آینده نیست. آنها مجبورند در روسیه جای کار و زندگی و امکانی تهیه اسناد اجازه کار و اقامت را پیدا کنند. میگه که میره به اونجا میگه خیلی اینا کارایان میگه بیا کارای میره در اونجا دیگه نمود کارای اینجا میگه بیا پاتین تا میکنم اینا ساعت پویز میکنم داکیمیت تا میکنم میره میگه او کوی دای میبرد اونجا و میگه که نه داکیمیت تا نه حساب ویلک تا نه شایس و مینوس میکنن میگیری ویلک شاش ما با اونجا به هیچ کار نمیکنه. همکنون روسیه در تاجیکستان مرکز جلب و آماده سازی اسناد مهاجران کاری را تأسیس می‌دهد. من بعد ساکنان تاجیکستان در دوشنبه با کارفرمایان روس قرارداد امضا کرده اجازه کار و اقامت در روسیه را پیدا می‌کنند. مقامات روسیه گفتند که از سال 2022 تا 2025 در ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان مرکزهای جلب مهاجران کاری را تأسیس می‌دهد. خواهشمندان در این مرکزها می توانند از شرایط مهاجرت به روسیه آگاه شوند و کاردهندگان روس می توانند از میان آنها افراد صاحب اختصاص را انتخاب نمایند. آنها اکنون می دانند که به کجا می روند، نزدیک کی می روند، کدام کاربر کار میکنند و قسمایی از نقطه نظری حقوقی آنها می توانند شرطنامه بندند. با اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه در 9 ماه امسال بیش از 2 میلیون شهروند تاجیکستان در ساختارهای خدمات مهاجرت این کشور ثبت نام شدند. بنا به آمار مقامات تاجیک امسال تنها حدود 481,000 مهاجر کاری تاجیک به روسیه سفر کردند. تحلیلگران میگویند تنها به روسیه و قزاقستان سفر کردن مهاجران کاری کشور را به آنها پایبند میکند. مشکل ما در آن است که از نقطه نظر قانونگذاری تشکیل کردن چنین فراهم آوردن چنین امکانات های روان کردن مهاجران مهنتی به کشورهای غربی دشوار است، چون در ما قانون درباره اجنسی های خصوصی کار تامین کنی اجنسی های خصوصی شغل اهالی تا حال قبول کرده نشده است. همه سال تقریبا 2 میلیون مهاجر در روسیه اجازتنامه کار میگیرند. تاجیکستان یکی از آن کشورهای جهان است که اقتصادش سخت پایبند پول مهاجران است. پایبندی که به گفته اقتصاد آنها در دراز مدت برای کشور عاقبت‌های بدی اقتصادی و اجتماعی دارد.